سلام علیکم برادرای عزیز گرامی، خواهرای محترمه. میخواهیم در این ویدیو برای شما درباره یک کتابی قرآنی ترجمه شده تاجیکی صحبت بکنیم. این قرآنی که میبینین، قرآن کریم ترجمه تاجیکی، گروهی از قرآن پژوهان، یعنی گروه یک چند نفر از عالما و دانشمندای قرآنی که ترجمه کردگن به زبان تاجیکی و خیلی کار کردگیان، یعنی بسیار کار کردگیان، براش زحمت های زیاد کشیدگیان. این قرآن بسیار قرآن چاپی خشوعی و شما هم خیلی که میبینید، مثلا نهازی درونش بدرویم نگاه بکنیم، با حوض توضیحات براتون نشان میتیم. اولش این دعای قبل قرآن به عربی و پیروادش به تاجیکی هستن. سوره الحمد، سوره فاتحه پیروادش، ترجمهش و همچنین سوره بقره صفحه اولش ترجمه هم خیلی میره. شما اگر مثلا نگاه بکنین، انا خوبی قرآن ترجمه قرآن در اینه که هم خطی عربی را نگاه کنید چقدر خوب و برا نوشته شده که خواندنش خیلی آسانه، و همچنین ترجمهش مثلا به صورت خوب کلان نوشته شده، هر یک آیه توضیح داده شده به زبانی ساده. یعنی هم صفحه 3 را به عربی میبینین، در این پرش صفحه 3 را به تاجیکی میبینین. بسیار در رنگی خوب، یعنی رنگی کبود در چاپ شدگی خوبه. ای ویژگی دیگه ای قرآنی که همین خیلی که گفتیم، ایرا یک نفر چاپ کردگی پیرواد کردگی ترجمه کردگی نیست، بلکه ایرا چند نفر ترجمه کردگیان و چند نفر ترجمه کردن هم معلوم میشه که چند نفر کار کردگیان، فکر کردگیان تا اینکه واژه ها و معناهای مناسب و قابل فهم برای خواننده ها و برای دوستداران قرآن بیابن، قرآن به صورت خوب و زیبا ترجمه بکنن. و بریم اگر اخیر شنبه ببینیم، همین قرآن در اخیرش میبینیم که مثلا ای دیگه خاراکتریک های قرآن، مثلا صدق الله العظیم داره، بعد دعای ختم قرآن داره به عربی و دعای ختم قرآن با به زبان تاجیکی پیرواد کرده به خط کریلیکی نوشته شده. در اینجا علامت های وقت و اصلاحات ضبطی، مثلا نوشتگی اصلاحاتی ضبطی کجا دا من بکنیم، کجا دا بیستیم، به زبان تاجیکی خوب نوشتگی. اینجا هم سخنی مترجمان، یعنی همو مترجمایی که کردگیان، یک سخنی هم درباره ترجمه شون گفتگی هستند. قرآن بسیار قرآن زیبا خوب هست و این قرآن با هدیه خیلی مناسب و ناقابل برای دوستا و دوستداران قرآن کریم هست. انشاءالله که ثواب خواندنش هم میگیرین و ثواب هدیه این هم با برمیگرده به چاپ ها و ترجمه ها و دیگر کارهایی که برای قرآن استفاده می شود.